من یک آدم بی‌غرض و بی‌مرضی هستم. دنبال حقیقت بودم، پیدا کردم. من اگر راستیتش الان نزدیک یک سال و نیم هستش که دارم تحقیق میکنم و چجوری بگم تقریبا فهمیدم که شیعه برحق هستش. اگر اجازه بدید من میخوام اشهدمو میخوام بخونم. همه خوشحال میشیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله. مبارک باشه الله که واقعا از پیروان حقیقیه. من یک آدم بی‌غرض و بی‌مرضی هستم. دنبال حقیقت بودم، پیدا کردم. من اگر راستیتش الان نزدیک یک سال و نیم هستش که دارم تحقیق میکنم و چجوری بگم تقریبا فهمیدم که شیعه برحق هستش. اگر اجازه بدید من میخوام اشهدمو میخوام بخونم. همه خوشحال میشیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله. مبارک باشه الله که واقعا از پیروان حقیقیه.